سلام زریر. مقام ایرانی در مورد معادن افغانستان چی گفته و روابط تجاری بین دو کشور چگونه است؟ افغانستان که به دلیل سرشار بودن از معادن فراوان به لحاظ منابع طبیعی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان است، نه تنها منطقه، و همیشه و در طول تاریخ معادنش همزمان با اینکه به فرصتهای بزرگی تبدیل شده به چالش‌های هم تبدیل شده و همیشه کشورهای منطقه، قدرت‌های منطقه و جهان چشم دوخته بودن به افغانستان، به ویژه به منابع طبیعی افغانستان و به معادنش. حالا در سالهای گذشته و در دهه‌های گذشته ما شاهد حضور غربی‌ها و اینا بودیم. به تازگی که افغانستان وارد فصل جدیدی میشه، ما در فرایند گرمای رابطه کابل با تهران میبینیم که ایرانی‌ها حالا چشم دوختن به معادن افغانستان و آقای محمود سیادت رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران در اظهارات تازه میگه که ما درست است که با افغانستان تجارتمان خوب است ولی کافی نیست و با وجودی که کشورهای منطقه در معادن افغانستان، در امران افغانستان، در کشاورزی افغانستان، در صنعت افغانستان سرمایه گذاری میکنن، معادن را استخراج میکنن، بهره‌وری میکنن، ما ایران که در کنار این کان معدن و این گنج بزرگی به نام افغانستان هستیم، چرا ما عقب بانیم؟ چرا ما نباید در معادن افغانستان سرمایه گذاری کنیم؟ ما نمونه هایی داشتیم در دوران امارت اسلامی که یک سری تبادلات مواد معدنی و سنگ‌های قیمتی و گرانبها بین افغانستان و پاکستان بودیم، از جمله ای که زمرد پنشیر را گاهی علاقه نشان دادن ایرانی‌ها و خریداری کردن سرمایه‌گذارا و تجارش. ولی به تازگی حالا اینها دوست دارن در زمینه صنعت، کشاورزی، معادن و عمران و ساختمانی هم سرمایه‌گذاری کنن. آقای سیادت میگه که در سالهای اخیر ما شاهد فعالیت و سرمایه‌گذاری قدرت بزرگ که چین است در اقتصاد و تجارت افغانستان بودیم. در کنارش گفته سالها پاکستان این استفاده از فرصت‌های افغانستان کرد، ولی گفته که ازبکستان هم که تا حال از کاروان عقب مانده بود تازه پیوسته، روسیه هم که شروع کرده کار سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان را و ما باید هرچی عاجل به این کاروان بپیوندیم و از این فرصت استفاده کنیم و در معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنیم. خب ما میبینیم که در سالهای گذشته، در حکومت‌های گذشته تاراج معادن انجام میشد و حکومت‌های گذشته متهم میشن از سوی تاریخ به این که معادن افغانستان را به حراج گذاشتن، تاراج کردن، لیلام کردن و ارزش‌های مادی افغانستان را به رایگان گذاشتن در اختیار جهان. خوابی که از مسیر کشورهای مثل پاکستان صادرات افغانستان تقلب میشد، اون بحث خودش را داره که حالا ما شاهد بندش تجارت بین کابل و اسلام آباد هستیم. ولی آقای سیادت یک نکته دیگر هم میگه اکنون درست است که نزدیک به 3 میلیارد دلار مراودات تجارتی بین افغانستان و پاکستان است، ولی این میتونه چندین برابر باشه و ما میتونیم میلیاردها دلار در افغانستان سرمایه گذاری کنیم، از فناوری گرفته تا کشاورزی و زراعت و صنعت و سرانجام ساختمانی و عمران. و این رم آقای سیادت رئیس اتاق مشترک تجارت دو کشور گفته که افغانستان فعلا تبدیل شده به کارگاه بزرگ صنعتی و ما هم باید به این بپیوندیم. و یک نکته دیگر به شما بیننده ها اضافه کنم که دیروز 4مین نمایشگاه بین المللی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه در کابل برگزار شد و در اون نمایشگاه برای اولین بار ایرانی ها 100 بازرگان یا تاجرشان شرکت کرده بود و بیش از 40 غرفه در اونجا گشوده بودند که انواع مواد ایرانی در اونجا به نمایش گذاشتن. ظاهرا اوضاع تجارت بین ایران و افغانستان به سرعت بی سابقه در حال پیشرفت است.